5 نیاز اساسی که ما را در رابطه ها و ارتباطات نگه می‌دارد اینا هستند. تمام رابطه ها و ارتباطات بر این 5 معناست: بقا، قدرت، عشق، آزادی، تفریح. منتها درجات هر کدوم از اینها در رابطه ما با هر فردی با فرد دیگه متفاوته. ما از یکی عشق بیشتری انتظار داریم، از یکی آزادی بیشتر. تمام چالش هایی که به وجود می آید همینجاست. خانومه میگه که آی دکتر چرا نمیمونه تو خونه؟ میگه آی دکتر من تا 8 شب دارم مثل سگ جون میکنم. 2 ساعت میخوام با رفقام باشم. 2 ساعت آزادی میخوام. اسمشو میذاره آزادی، در اختیار خودم بودن. میگم خانم چرا این 2 ساعت رو بهش نمیدی؟ میگه آقای دکتر من میدونم این به این 2 ساعت قانع نمیشه. بهش میگم 2 ساعت حالا نگاه کن. بعد میره میشه 4 ساعت. من میدونم این به میشه ساعت 2 شب. این زن تصوراتی داره از معنای مفهومی که داره به این فرد. تمام چالش های اینجاست. تمام بحران های ما روی همین 5 نیاز اساسیه ماست که میزانش رو در رابطه با افراد تنظیم نکرد. بهرام، من امروز رفتم پیش خانم دکتره. خیلی خانم دکتر خوبی بود. چی میخوای بگی؟ یعنی میفرمایی من بعد یه عمر زندگی برم از یه زن راه چهار زندگیمو بفهمم، اونم بعدش حق بده به تو؟ بهرام به خاطر آرمان میگم کمک کنیم وز تموم شه. چه وضعی؟ یه نگاه به دور و بر خودت بکن. مردم نون شب ندارن بخورن. چی میگی تو؟ مردم نون شب ندارن بخورن ولی همدیگر رو دوست دارن. من میدونم خیلی وقت به من علاقه نداری، اینو فهمیدم. و برای چی اینجا؟ به خاطر بچه‌ای که 3 روز دیگه میره سر خونه زندگی خودش. خب وقتی اون رفت چی میشه؟ ها؟ میشم سرایدار خونت؟ یا باید صبر کنم بشم مادر بزرگ نوت؟ من برای تو کم گذاشتم؟ به تو بی احترامی کردم؟ زن نیستی بفهمی وقتی یه مرد اتاقشو جدا میکنه این یعنی بی احترامی. آفرین، دست ننم درد نکنه. دیگه چه چیزایی بهت یاد داده این خانم؟ برام واقعا تو انقدر از من ناامید بودی که عقلم به این چیزا قد نده؟ متاسفم. تمام ارتباطات شبیه وضعیت درون خانه است. بچه ها هر خانه ای بعضی از خونه ها شیر آب چکه میکنه، بعضی اوقات لولای در صدا میده جیر جیر میکنه، بعضی خونه ها در چفت نمیشه، 7-8 تا از چراغای لوسترا سوخته، دیوار تبله کرده ور اومده، پایه کمد لخ شده 2-3 تا کتاب گذاشتن زیرش، شیشه آینه کمد ترک خورده 2-3 سال گذشته شکاف ایجاد کرده. و چه کسی اومده این خونه رو فروخته به خاطر این 4-5 تا عیب و ایران؟ کی؟ کدوم عقلانیت اومده این خونه رو فروخت؟ من هر قبرستونی بودم آخرش اومدم تو این خونه خوابیدم. چه فایده؟ به قول خودت هتل یا پانسیون دیگه. یه حوله مسواکشونه است، یه لباسه، یه جای خواب که فقط اونجا میتونی راحت بگیری بخوابی. اگر نصفش خونه نیست که. باشه، اصراری ندارم. اگه فکر میکنی تو این پانسیون هتل هر چی که فکر میکنی نیام باشه، اینجا هم نمیام. نه من میگم بیام مثل خونه‌ش. میخوام به شما عرض بکنم همه رابطه ها، همه ارتباطات کم و کسری هایی داره، جیر هایی داره، چف نشدن هایی داره، لامپای سوخته ای داره، ولی کسی نمیاد یک ارتباطی که مبتنی بر یه ارزشه از بین ببره به خاطر 2-3 تا گیر و داره کوچیک. اگه 10-15 سال پیش بود ازت میخواستم نری، التماست میکردم،
خواهش میکردم، به پات میافتادم، گریه آرمانو بهانه میکردم، ولی الان توانشو ندارم. یه آدم قوی الان باید جلو این در وایس نظری بری. اون آدم قوی من نیستم، چون تو نخواستی من قوی باشم واسه یه همچین روزی. یک ارتباطی که مبتنی بر یه ارزش ببره به خاطر دوست تو گیر و داره هیچ. ببینیم هدف ما از یک ارتباط به سمت کدام ارزش، ما چی میخوایم، ما دنبال چی داریم میگردیم. تمام چالش های تمام بحران های ما روی همین 5 نیاز اساسیه.